خیلی خوش اومدین به پیوی. از سال 97 تصادف کردم. دیدم بابا من تحت کارم، به من مدرک تو ایران ندادن. هم 1 میلیارد 2 میلیارد 3 میلیارد 4 میلیارد نیست، این 50 میلیون. فرزاد چشماتو باز کردی، دیدی روی تخت بیمارستانی و دچار ضایعه نخاعی شدی. به نام خدا. بله، سال 97 بود که دیگه توی بیمارستان یه بر اثر تصادفی شد دیگه. با چشامونو باز کردیم، یهو دیدیم هیچ کاری نمیتونیم کنیم، نه تکونی میتونیم بخوریم و یهو دیدیم کمرمون شکسته. به ما گفتن، حقیقت اولش باورم نمیشد. اصلا میگفتن آسیب نخاعی شد یا قطع نخاعی. اول میگفتن دکتر که گفته بود قطع نخاع این پسر. دکتر اونجا معجزه خدایی که میگفتن اونجا حتی دید معجزه خدا. شدت تصادفتون مگه چقدر بوده؟ سرعت 120 تا اینا بود. سرعت سر پیچ بود. راننده به جای ترمز گاز داد. فرمون از دستش در رفت، ما رفتیم تو دیوار. تو مسافر رو ماشین بودی؟ نه، من رفیقام بودم. آها. من عقب نشسته بودم. بعد اینکه خوردیم به دیوار و اونا بیهوش شده بودن. حقیقت من سالم بودم. شدتی که خورده بودم به دیوار من سالم بودم. احساس می‌کردم که واقعا میتونم تکون بخورم، برم نجات بدم. حتی یه ماشین که حقیقت شوخایی دودش سر رود بالا، انگار در حالت منفجر باشه. مردم اونجا هولی کرده بودن. گفتم چیکار کنم، بیان اول اون جلویی‌ها رو در آوردم، بعد اومدن سراغ منم که خود سقف اومده بود پایین. چپ کرده بود ماشین؟ نه، صاف خورده بودیم توی دیوار. از روی جدولی رفته بود، سر پیچ بودیم. اون جایی که اون لحظه دردم نداشتی؟ بله. درد که اولش یه خورده سوخت، ولی احساس میکنم اونجا فقط مرام شکسته بود. ولی من از تو شیشه کشیدم بیرون. در یه میله آورده بودن در رو بخوام باز کنم، من در باز نمیشد. من از تو شیشه کشیدم بیرون. اونجا احساس میکنم نخام دیگه اونجا شدت درد خیلی زیاد شد. احتمالا اون بیرون کشیدن غیر حرفه‌ای هم باعث شده آسیب بیشتری ببینی. میگن که دست نباید بزنی کسی که آسیب دیده، به خاطر همین. اونجا دیگه آسیبم خیلی شدید شده بود. واقعا نمی‌تونستم. درد زیاد. خیلی درد داشتم. یه دردی که اصلا غیر قابل تحمل بود. نفسمو داشت میگرفت. اصلا گفتم واقعا دارم تموم میکنم. داد میزدم، میگفتم فقط نجاتم بده، نفسم بالا بیاد. اصلا نفس نمیاد چون قفسه سینه بود. مورد 11 12 در رفتگی مورد 11 12 دیگه از کمر به پایین ما رو زد. خیلی چند روز روی تخت بیمارستان بودی؟ همون بیمارستانی هم بودی که همونجا به دنیا آمدی؟ دقیقاً تو بیمارستانی بودم که گنبد کاووس. تو بیمارستانی بودم که اونجا متولد شدم. دقیقاً تو همون بیمارستانم آسیب نخاعی شدم. دیگه یه زندگی جدیدی احساس میکنم شروع شد. اولش پر از درد، پر از غم. اونقدر دردی بود چند بارم خودکشی کردم. حقیقت 3-4 بار به لبه رسیده بودم خودکشی کردم. خودکشی